چرا پنهان داشتید؟ برایم که به همه این حادثه ها من گناهکارم؟ تا کی پنهان کردنی بودید؟ گلو بین تمامی مردم درباره ما گپ میزنند. اجه در دهان همه نام ماست. چرا از من پنهان کرده؟ جواب ده. گوش کن، من توف کردم به گپای مردم. آخر ببین تو در این جای همراه منی، زنده ای، به قدر این نعمت برس. به قدرش رس میگوید. من باید به چنین حیات شکر کنم؟ کاش که از آقتی بیماری هرگز بر نمیخستم. بس است. غم بیهوده خوردن رو بس کن. کی غمی بیهوده میخورد؟ من بیهوده غم میخورم. بله بیهوده غم میخوری. من هم آنجا بودم مرد. چطور به زمین افتیده بیهوش شدنت را من با چشمانی خودم دیدم. مگر نمیدونی که زنده موندنی تو خود یک معجزه است؟ باید چیکار کنم؟ من باید چیکار کنم؟ گویا چیزی نشده باشد. باید خوراکی آماده نموده‌ات را بخورم. انا تو از من همین را میخواهی؟ این قدر آسان است بکن. حیات من برباد رفت. اجه تو باشی با من مکران میپذیر. من 1000 بار از این احوالت شدم، ولی از آن حال بیماریت خدا نگه دارد و 1000 بار از آن بچه به اهل آیلش منت دارم. حیفی تو اجه، یعنی از اون بچه و اهل آیلش منت داری؟ این بس کن. بیاید شما این کار را به عهده من واگذارید. من چی که گویم سرتان را جنبانده گوید بس. خوب یاسمن، فقط گفته تو رو میکنیم. بسیار خوب. شام بخیر قادر. ما برای عیادت تو آمدیم. خیر، یک طرف تیز درون دروی ما خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. بیایید، خوش آمدید. اینها را شسته بیا بخوریم. حسرت دخترم، بشینید ناراحت نشوید. ما احوالتان رو یک میپرسیم و میرویم. بسیار نمیایستیم نیلگون. خوش آمدید. قادر چی حال داری پسرم؟ خوبم ولی دکتر گفت که همراه آدمانی زیاد بسیار نشین. به فکرم خطری پنه‌شوی اینفکسیه وجود دارد. توبه. البته همراه آدمانی زیاد نباش پسرم. خیر، اکنون آدمان حاضر رو میدونی که بیشرمانه به خونه اتان میآیند و لقد بیزار میکنن. آنها رو به خونه اتان نمان. وقت نداریم گوی. البته عیب نیست، همین خیلی نه عیب نیست. چیزی مهم سلامتی توست پسرم. خیر، احوال تو چخیل است نیلگون؟ خوبه. تو در این محله ستاره شدیه. گشته و برگشته تمام شبکه های تلویزیونی تو را نشان میدهند. کدام شبکه را نمانید تو را نشان میدهند. با اون مهمونانی شهریت که از من آیدی تو پرسان شدن فهموندم. یک به یک فهموندم. گفتم که تو تا چه اندازه زنی دلکش و مهربان، پاک وجدان و خوب هستی. تماشا کردی؟ چخیل تعریف کرده؟ نه، تماشا نکردم. کاش که چیزی نمیگفتی. یعنی اکنون هرچی شد گذشت. ولی اگر باری دیگر آیند صحبت نکن. خیر، گپ نزده نمیشود نیلگون. ما بچه دوچار شدیم، به حیرت افتادیم. یعنی ما فکر کردیم که شوهری تو بر وقت وفات کرده است. اما من به هوای تازه میبرایم. البته برای فاضل که تو رو نمونده است. تو به هوای تازه نبرای دیگر کی میبراید برادر؟ میدونه خدا به شوهر و فرزندان این زن صبر عطا کند. بیز به مانند رادیو میلخد. این چی روز است؟ اهمیت ندیه تاغو. گپایش را میگوید و حالا میرود. من این صحبت تا به کجا رفتنش را بسیار خوب میدانم. تا به کجا میرفته است؟ به کجا هم میرود. مقصد آنها مال و ملک است. فرصت مناسب یافتند. اکنون میخوام که به ما نزدیک شوند. واهمه نکنید تاغو. تو این آدمان را خوب نمیشناسی حضرت. چل نیت‌های افلاس دارن نمیدانی. حالا میبینی که بعد این آمدنشان چی کارهایی میشود. سلامت باش دختری زیبایم، دستان درد نکند. حسرت دخترم
کاری جوانی دوست داشته‌ات را بین. همه سر و اسرار اویلویتان رو به تمام عالم آوازه دروازه کرد. چی دیوانه است تو؟ یا اینکه مناسبتتون ویران شده؟ با این کارش رو از تو قصاص گرفت؟ ها حسرت؟ апаи осман бубахшед мо аз роҳи дур омадем хеле хастаем қодир ҳам бояд истироҳат кунад به خدا ما هم شما رو مانده کرده نمیخواهیم نیلگون، اما اگر احوالمون وضعی نمی بود به اینجا هیچگاه نمی آمدیم. نیلگون ما بعضی مشکلی ها داریم. مثلا پسری کلونیم بعد ختم دانشگاهش به هیچ جا به کار در اومده نتوانست. میدونی که دانشش بلند، اخلاقش همیده، بچه درست. مگر پسرت به نزدیکی از حبس نبر آمده بود؟ کسی رو کار زده بود کو؟ این تهمت است فاضل، تهمت است. تو نادرست شنیده. من نفهمیدم. خیر بعد؟ خیر اکنون تو از شوهرت از جناب کمال خواهش میکردی که کمک کند، میانه رو میشدی. یوسمن منو جناب کمال اویلادور نیستیم. جناب کمال شوهر من نیست. آخر چی فرق دارد؟ مولا شما را نکاح کرده است که وگرنه اینها چگونه به دنیا آمدن؟ چی گفتی؟ مولا نکاح کرده است؟ این گپ‌ها از کجا پیدا شدن؟ این گپ‌ها رو کی برآورده است نمیفهمم. در این نیمه شب خسته به خانه‌مون آمدید. از برای خدا من چیزی رو نفهمیدم. این چی سفسطه‌گویی؟ اینقدر سال کیف و صفا میکردید کاری خوب بود؟ گپی ما سخت رسید نیلگون؟ مشکلی داشتیم که آمدیم. با آدابانه کمک پرسیم. این بدی دارد؟ بس است. کنی خیزید بیرون بروید. تو چی دیوانه ای؟ بله دیوانم، عقلم رو خوردم. کنی بیرون بروید. رفتیم دوگانه. زود باشید. زودتر راه گردید. بی تربیه، بی عقل، کنی زودتر، بی آداب، بی مدنیت. زودتر راه گردید. زودتر روید. اینها خیلی هوا بلندن، نمیمونن که یک احوال پرسی کنیم. یک لحظه است. گوش کن. نه در این محله نه در دیگر محله نمیگذارم که کسی آبروی مادرم رو ریزه. فهمیدی؟ مادرم برای ما رو به وای رساندن. تمام عمر شب و روز کار کرد. مثل شما از کمال پیکچی چیزی را گدایی نکرد. او را هرگز نرنجانید. وگر نمیدونم که چیکار کنم. گم شو. من به تو چی گفتم حضرت؟ چی گفتم؟ این هنوز آغاز کار است. آغاز کار. این تجربه حیاتی است. من اینها را پر نمیدانم. تو باشی باید حل میکنیم. گفته آنها را روان میکردی. خطا کردی نیلگون. تا از اینجا بردن یزنه ما در اینجا میباشیم. با آنها جنجال کردن شرط بود. من مثل شما بودن نمیتوانم. شما بر این رفتار کردن نمیتوانم. درست، عیناً همین خیل. اما دان که همه پیشروی به شرافت تو میشود. این را فراموش نکن. خوب، من خوب میروم. خوبی خوش. برای امروز همینشان بسنده است. غمگین نشوید مادر. اگر آنها کاری کنند که آبرویتان کاسته گردد دهانشان را میشکنم. تو شکستن دندان آنها رو یک سو گذار و رفته خوب کن. برو. خوبی خوش. خوبی خوش. شب خوش.